که باد کنه و بترکه. خدای از اکلی رو از هر طرقه دیگه که تا حالا دیدم اصلا اینجوری نبوده. سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. طبق نظرسنجی قبل که گذاشته بودم امروز اومدم براتون که بمب دستی بسازم با کاربیت. خب این سنگ کاربیت هاست که ما تهیه‌اش کردیم و شکستیمش به اندازه‌ای که از در بطری داخل بشه. الان اگه سایزش رو ببینید، سنگ کاربیت رو میتونید از صافکاریا، از کجا میتونم بخرم؟ فیلم بردار خریدین سنگو. از لوازم یدکی ماشین میتونید تهیه کنید و فقط وسایل مورد نیازش آب و بطریه. الان ما چون آب یه بطری آورده بودیم، بچه‌ها خوردن، پشت صحنه خیلی شلوغه و از توی اون کانال ها آب آوردیم و یکم تصفیه نشده هنوز. الان باید آتیش روشن کنیم. آتیشمون هم اونجاست که دیگه خودتون که میدونید باید هیزم براش جمع کنیم و بندازیم روش که بزرگ بشه. بعد از این که آتیش رو روشن کردید، حالا مراحل رو بهتون میگم که چجوری انجام بدید. و یه بمب خیلی خیلی خفن که تا حالا صداشو هیچ جایی نشنیدید، هیچ طرقه‌ای به نظرم اندازه این بمب دستاس که با کاربیت ساخته میشه صدایی نداره و نسبت به اکلیل سرنج خیلی کم خطرتر است. الان بریم که آموزش رو ببینیم که چجوری قاطیشون کنیم و بترکونیمشون. این ویدیو رو هیچ وقتتون انجام ندین توی خونه یا هیچ جای دیگه. ما الان که میبینید کل ویدیوهای ترقه‌ایمون رو بیرون میگیریم و هیچ خطری نمیگم تهدید نمیکنه، ولی فقط به خاطر شما اومدیم فیلم میگیریم، ولی شما هیچ وقت انجامش ندید و با دیدنش میتونید به همون مقدار لذت ببرید. دمتون گرم، ادامه ویدیو رو از دست ندید. خب الان باید جای نوشابه، البته اینم بگم جای نوشابه بهتر از جای دلستره چون که یکم محکم‌تره و دیر سوراخ میشه و باعث میشه که صداش بلندتر باشه. این بمب هم که بهتون میگم واقعا بمبه، یعنی صداش نزدیک باشین اونقدر احساس نمیکنین، ولی یکم فاصله بگیرین قشنگ موجش رو احساس میکنید و میتونه خیلی خطرناک باشه. و بهتون توصیه میکنم که نزدیکی پنجره و در و اینا اصلا تست نکنید. اگه میخواید تست کنید بیایید فضای بیرون مثل ما که الان اومدیم کو. بله. خب الان تقریبا تا اینجاش آب میریزیم، مشخصه. فیلم بردار بیاد اینجا که نشون بدم سنگ کاربیتا رو. خب الان سنگ کاربیت تقریبا برای اینقدر آب اینقدر کافیه. خب ما باید اینو سریع بریزیم توش و درش رو ببندیم، بذاریم کنار آتیش که باد کنه و بترکه. خب الان تقریبا داره باد میکنه، ببینیم میترکه. تاخی باد کردن چی؟ خدایی خیلی صداش بلند بود. اونقدر صداش بلند بود که فیلم بردار گوشی رو خاموش کرد که در بره. الان ما از شهر بهمون زنگ زدن گفتن چیکار دارین میکنین. الان باید هر چی سریعتر اون دوتا رو که قرار براتون بترکونیم هر چی سریعتر بترکونیم و بریم که تا پلیسی چیزی نیومده ما رو بگیره بریم. بقیه رو فقط فیلم تستشو میذاریم و دیگه براتون نمیگم چون که دیگه قشنگ میدونید که چند به چند باید قاطی کنید. بریم ادامهشو ببینیم. خیلی خبر بابا بیل من نکشید من فارسی بگید. ببین نمیکشیمون. اوف زمین لرزی بچه ها، زمین لرزی.
زمین لرزید خدایی. اینجا چیه آقا؟ اصلا تست نکنید خدایی، خیلی خطرناکه. اصلا تست نکنید. ببینید چه جوشی میزنه. اصلا امتحان نکنید خدایی، خیلی خطرناکه. فیلم بردار بیا منو بگیر. آقا کلا همشون ریدن خدایی. من تنهایی دارم فیلم میگیرم میزنمش کنار آتیش. آقا یکی مونده، هر کی زیدر تا کسی نیومده فقط بتره کنیمش بریم. خدایی خیلی خفنه. اصلا امتحان نکنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. الان اگه ما کسی رو بگیره کی جواب بوده؟ ناموسن دیگه براتون چه کار کنیم؟ خیلی خطرناکه خدایی. از اکلی رو از هر طرقه دیگه که تا حالا دیدم اصلا اینجوری نبوده. این آتیش حالا بگیر. خیلی خفنه. به همین مقداری که هنوز داره جوش میزنه بچه. یعنی این چیه که خیلی خفنه. دمش گرم اونی که اول نفر این طرقه رو کشف کرد. یکی مونده بتره کنیمش هر چیز سریعتر بریم خونه‌مون تا کسی نفهمیده ماییم. البته ویدیوش میاد و بدبخت میشیم اما عیب نداره، به خاطر شما میارزه. آخریه میخوایم اینو تست کنیم. الان همشون رفتن عقب میگن نمیترسیم. خب پارسا نرو. بذار خودش میتره. پارسا داره باد میکنه. نزدیکاست که بترکه. الان هست که بترکه. اونا رو ببین سنگری گرفتن. آقا من اومدم تنهایی اینجا براتون جون خودم رو انداختم خطر. بعد شما نمیخواید اون لایک و اون سابسکرایب رو بزنید. خدایی ظلمه. بریم یکی دیگه هم مونده. موادمون خیلی هست بود خدایی. یکی دیگه مونده اون یکم تست کنیم بریم. الان داره آتیش میاد. البته این مواد فکر کنم اشتعالزاست وقتی با آب قاطی میشه. الان هنوز داره، این یکی هم هنوز داره جوش میزنه. بعد حدود 10 دقیقه نگاه کنید خیلی خفنه. فرار میکنن خدایی، ریدن همشون. الان این یکی هم داریم حاضر میکنیم براتون. بذارش کنار. آقا زیاد ریختن. الان میترکه. 1 2 3. حالا این یکی صداش زیاد نبود. فکر کنم آتیش باید خیلی حرارتش ملایم باشه بچه. زیادم باشه سریع سوراخ میشه، اون صدایی که میخوای رو بهتون نمیده. خب فیلم بردار بیا این دوربین رو بگیر. خب بچه ها دمتون خیلی گرم که تا آخر ویدیو رو دیدید. خیلی ریسک کردیم به خاطرتون. خیلی خطرناک بود این کار. خیلی هم صداش خفنه. خدایی اگه میخواید یه طرقه خیلی 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 صداش بزرگ باشه و فقط خودتون توی کوچه، محل، خیابون، شهر تک باشید بهتون پیشنهاد میکنم حتما. ولی خیلی خطرناکه بچه‌ها. بیرون، فقط بیرون تست کنید و صداش تا همه جا میره. دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو دیدید. ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و سورپرایزهای خیلی خفن‌تری تو راهه. مخلصم. خداحافظ. آقا این برای خودش میگه اصلا تست نکنید. این ویدیو خیلی خطرناکه. اصلا خیلی خطرناکه. به هیچ وجه من الوجود استفاده نکنین توش، اما تو هیچ جای دیگه هم استفاده نکنید. واقعا خطرناکه.